میبخشین دومی همون ویدیوی بوی کاملا بعد ولی گفتن طعام دیگه برای شما تیار کردگی من گفتم طعام دیگه من نمیخورم نباشم میبرید من گفتم خب اگر تین میبرم گفتم در اون خونه که اجاره میستم اون کسم اویله فرزند داره سه فرزنده برای اون کس میبرم میتیم طعام مثل تناول میکنن خب بعد گپی برادرم دوید اومد یک برادرم خشته بارونه و ما گفتم یک بار که از بایها گیره در کمبغلا بیته گفتن از بای گشته در کمبغلا برده دادن در کار بعد آوردم خونه که اجاره می‌نشینم همین خرسان شدن که برای ما شما بگو طعام میارین گفتم خیلی طعام دیگه برای ما کرده من حق نبود ما که نخوردم برای شما برام که شما بخورید مثل که لذت برید برای همین باید که ما دویم در فکری چی میگن غیر خودمون هم باشیم یک وقتی خودم سیر همسایم گشنه این از انسانگری نیست که هم خواستم و با همین فکر کردم با همسایه خانم که ممکنه که طعام من نخورم با همراهیم برم بعد چیزای چی میگن پسودای نرازه کدام خیلی گرفتم بعد آوردم و جایی که میستم اینجا رو اونجا دادم این واقعا سال 2016 در وطن شدگی بود در شهر دوشنبه پایتخت